تنها کشوری که تحریم ها روش هیچ اثری نذاشته. خودمون رو نمیگم، این کره شمالی رو میگم. اینا قبلتر از ما هم تحریم بودن. حتی یه مشت گندم هم بهشون نمیدن. چطوری حالا اقتصادش میچرخه؟ در واقع کره شمالی اصلی ترین تولید کننده ی لوازم آرایشی خانوما تو جهانه، مثل مژه مصنوعی و رژ لب. ولی این محصولاتشون نصف قیمت و قاچاقی از مرز به چین میده. چینی‌ها هم با مارک خودشون میریزن تو بازار. هرچی لوازم آرایشی دیدی مارک چین زده، اون در اصل تولید کیم جونگ اون و برادرانه. یکی دیگه از راههای این کشور برای دور زدن تحریم‌ها جعل دلار آمریکاست. دیگه این آمریکایی‌های بدبخت موندن چیکار کنن اینا دلار رو کپی نزنن. این کشور با بهترین کاغذ دنیا و ارتباط با یاکوزاها دستگاه‌های چاپ پول از ژاپن وارد کرده و دلار کپی میکنه. اما هر سری آمریکا میاد یه کد جدید میذاره و رو مخ کیم جونگ اون راه میره. به غیر از چاپ پول دستشون تو خلاف خدا رو شکر آزاده. از فروش اسلحه گرفته تا مواد مخدر و الانم به روسیه سرباز داده. بدبختا لباس تنشونم برای 40 سال پیشه. کره شمالی اقتصاد نداره. کل کشورش شبا تو تاریکی مطلق فرو میره. برای جبران این مشکلات رفتن چند تا هکر آوردن، بیت کوین های بقیه کشورها رو دزدیدن، ولی انقدر مشکل دارن که بازم کفافشون رو نمیده. حالا خیلی وقت پیش کیم جونگ اون گفته بود اگه ترامپ بی خیال تحریم ها بشه ما هم دیگه تهدیدتون نمی‌کنیم. به نظرتون دوستی با آمریکا خوبه یا بد؟ اگه از این جور محتواها خوشت میاد پیج دیر فکت رو فالو کن.